الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله تعالى در آیتی مبارکه می فرماید آنچه که از امراض و مصیبت ها و آفت ها بر شما میرسد سببی از او اعمال و کارهایی است که خود شما انجام داده اید. البته اعمال بد انسان، کارهای زشت انسان که انجام داده، به سببی کارهای زشتش مصیبت‌های را، آفت‌های را الله تعالی بالای انسانها میارد. و یعفو عن کثیر. الله تعالی میفرماید که الله از بسیار گناهان انسان عفو درگذری میکند. اگر انسان را به هر گناه و هر نافرمانی و عصیانش بگیرد، مؤاخذه کند، انسان لحظه‌ای در دنیا زندگی کرده نمیتواند. پس آنچه که از مصیبت‌های گوناگون یا امراض مختلفی که بالای ما اصابت میکنه، همه از اینها اعمال زشت و کارهای ناروا و ناپسندیده است که ما انسان‌ها انجام میدهیم. در مقابل این کارها و در مقابل این مصیبت‌ها، یگانه راهی که انسان خود از این مصیبت نجات بدهد رجوع به الله تعالی است. الله یگانه ذات است که به او پناه برده می شود و او حفاظت می کند و او راه حفاظت به ما تعلیم داده و راه حفاظت به ما نشان داده. در حالت چنین مصیبت ها چی چیزهایی را ما انجام بدهیم و چی دعاهایی را ما بخوانیم که از چنین مصیبت ها نجات بیابیم. در قدم اول، اگر کسی کوتاهی در عبادات داره، فوراً به طرف الله تعالی رجوع کند، اعمال و عبادات خود بهتر بسازد. نماز نمیخواند، زیاد نمازگزار شود، نمازها را ترک نکند. زکات نمیدهد، زکات خود بیرون کند. روزه اگر نمیگیرد، روزه را بگیرد، ماه مبارک رمضانه. اگر شرابی و قماری و غیره اعمال فاسد و اخلاق بدی را انجام میدهند، فورا از اونها باز بیاید، توبه و رجوع به الله تعالی بکند. الله ذات نهایت غفور و بخشنده و تواب است، بخشش میکنه و مصیبت ها را به سبب توبه از انسان دور میسازد. در قدم دوم، انسان در حالت مصیبت و غیر مصیبت همیش دعاهایی را بخواند که این دعاها با مانند قلعه‌های محکم و مضبوطی است که انسان از آفات حسی و معنوی نجاتش میدهد و الله تعالی سبب نجاتش میگرداند. از جمله این دعاها آیت الکرسی است. آیت الکرسی یک مرتبه بعد از نماز صبح و یک مرتبه هم بعد از نماز عصر یا نماز شام یا در میان عصر و شام بخواند. و همچنان سوره اخلاص و معوذتین، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. این سوره ها را در صبح هم سه مرتبه و در بیگاه همچنان سه مرتبه بخواند و در وقت خواب هم تکرار کند، بهتر است، به خصوص وقتی که در بستر خواب می رود. و از جمله دعاها همچنان
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء 3 مرتبه صبح و 3 مرتبه بیگاه بخواند. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، این دعا را همچنان 3 مرتبه صبح 3 مرتبه بیگاه بخواند. و همچنان اللهم انی اعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، این دعا را صبح و همچنان از طرف بیگاه بخواند. 1 مرتبه بخواند کفایت میکند. و همچنان 2 آیتی آخری سوره بقره، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از اینجا شروع تا آخره بخواند، به خصوص در شب. و همچنان این دعا را صبح شام 100 مرتبه بخواند. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، یا اینکه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. و همچنان این دعا را بخواند اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. و همچنان این کلمات را صبح و شام تکرار کند. یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی كله ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین. ان شاء الله و غیره دعاهای دیگری اگر این دعاها را خواند و تکرار کرد، الله تعالی این دعاها را به منزله قلعی محکم و مضبوط میگرداند که سبب حفاظتش از هر قسم امراض، مصیبت ها و تکالیف قرار میدهد. الله تعالی ما را توفیق بدهد، توفیق عمل به دین یزو، توفیق عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، توفیق عمل به تمام احکامات الهی و الله تعالی این مصیبت ها را از سر هر مسلمان و از سر هر بنده مؤمن خود دور بسازد و ما را یگانه پناهگاه مانه به طرف خودش قرار بدهد که بجز الله به سوی کسی دیگری در این وقت مصیبت ها رجوع نکنیم و از کسی دیگری امید نداشته باشیم و از کسی دیگری توقع نداشته باشیم جز الله. کسی دیگری مصیبت ها و رنج ها و پریشانی ها را از سر ما دور کرده نمیتواند. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم.